سلام خوانندگان عزیز، امروز ما همراه شما موضوع درسی 26 رو می‌آموزیم که موضوع درسی امروزی بخشیده می‌شود به طرز گروه بندی جمع شونده ها. بیایید اول مفهوم‌های اساسی این موضوع رو دیده براییم. بعضاً امکانیت پیدا می‌شود که بسیار ازاگی با طرزهای دیگر نیز به ضرب شونده ها جدا کرده شود. یکی از چنین طرزها اصولی گروه بندی میباشد. یعنی که برای اصولی گروه بندی ما باید از خاص ضرب کننده ها رو براریم، از ضرب کننده های برآورده شده بعد ضرب کننده عمومی رو از قوس براریم. این طرز رو طرزی برعکسی کشودن قوس ها یعنی اعضا به اعضا ضرب کردن بسیار ازاگی ها مینامند. بیایید این مفهوم ها رو با مثال های معین یا مشخص دیده براییم. مثال یکم، در شرط مثال یکم چنین آمده است. مثال یکم رو قید میکنیم و در زیر دو مثال داده شده است. مثال یکم x ضربی در داخل قوس b جمع c جمع cb جمع cc. برای از قوس برآوردن این بسیار ازاگی در اول جمع شونده های دوم و سوم را از جمع شونده های دوم و سوم سه را از قوس میبراریم. در نتیجه x ضربی b جمع c جمع از c b جمع c سه را از قوس همچون ضرب شونده عمومی میبراریم. پس در داخل قوس b جمع c باقی میمونند. خیلی که از این ifade معلوم است. در اینجا ضرب شونده یک خیلی b جمع c b جمع c بوده. آن را همچون ضرب شونده عمومی از قوس عمومی میبراریم و در داخل قوس x جمع c باقی میموند که هنگام کشودن قوس ها ما ifade داده شده اول را پیدا میکنیم. مثال b را دیده میبریم. در شرط مثال b عیناً چنین آمده است. به شکل حاصل ضرب بسیار ازاگی را باید نوشت. a ضربی در داخل قوس p مینوس q جمع q مینوس p. برای این عمل را اجرا کردن جمع شونده یکم را می نویسیم a ضرب p مینوس q. از بس که q مینوس p با برعکسش داده شده است مینوس را همچون ضرب کننده عمومی مینوس یک را از قوس می براریم و در نتیجه p مینوس q حاصل می شود. خیلی که از اینجا معلوم است p مینوس q این ضرب شونده یک خیلی بوده. از آن p مینوس q را همچون ضرب شونده از قوس میبراریم. در نتیجه a مینوس یک باقی میماند که این جواب مثال یکم به حساب میرود. مثال دوم رو دیده میبریم. در شرط مثال دوم چین آمده است. بسیار ازاگی را به ضرب شونده ها جدا کنید و در زیر دو مثال آورده شده است که ما باید طرز گروه بندی را استفاده برده ifade ها را به ضرب کننده ها جدا کنیم. یعنی در مثال a چین آمده است mx جمع my جمع 6x جمع 6y و در مثال b باشد x ضرب y جمع 2y مینوس 2x مینوس 4. برای به ضرب کننده های ساده جدا کردن در پایان پر را دیده میبراییم. حال ifade یکم را دیده میبراییم. از ifade یکم ضرب شونده m را از قوس میبراریم. از اینجا از دو جمع شونده یکم m را از قوس میبراریم. x جمع y باقی میماند. از جمع شونده دوم باشد از قوس عدد 6 را میبراریم و در آن x جمع y باقی میماند. از دو جمع شونده یک خیله یعنی ضرب شونده در اینجا x جمع y می باشد x جمع y را از قوس میبراریم و در داخل قوس به ما m جمع 6 حاصل می شود که این نتیجه مثال a به حساب می رود. بیایید مثال b را دیده براییم. در شرط مثال b چنین آمده است x ضرب y جمع 2y مینوس 2x مینوس 4. برای از به نمود ضرب کننده تبدیل دادن ifade از دو جمع شونده های یکم و دوم تغییرابند y را از قوس میبراریم و در نتیجه با ما x جمع 2 حاصل می شود. از دو جمع شونده های باقی مانده مینوس 2 را از قوس میبراریم و در نتیجه در داخل قوس x جمع 2 باقی میماند. از اینجا از x جمع 2 و x جمع 2 باز x جمع 2 همچون ضرب شونده عمومی از قوس برآورده می شود. در نتیجه y مینوس 2 حاصل می شود که نتیجه مثال دوم به حساب می رود. بیایید خوانندگان عزیز مثال سوم را همراه شما دیده براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است ازاگی ازاگی را به ضرب شونده ها جدا کنید. آن را می نویسیم a b مینوس 3b جمع b کوادرات مینوس 3a. برای به ضرب کننده ساده جدا کردن این بسیار ازاگی ما طرز گروه بندی را استفاده میبریم. در اینجا 4 ifade داده شده است یعنی 4 یک ازاگی داده شده است. اعضای یکم و سوم را در داخل یک قوس می نویسیم
یعنی A B جمع B کوادرات اعضاهای دوم و چهارم را در داخل قوس دیگر با نظرداشت علامت مینوس از قوس میبراریم یعنی مینوس را از قوس یک بار میبراریم و در نتیجه 3B جمع 3A حاصل می شود. از قوس یکم ظرفشونده B را از قوس میبراریم در نتیجه A جمع B حاصل می شود مینوسی از قوس دوم باشد عدد 3 را از قوس میبراریم و در نتیجه B جمع A حاصل می شود. خیلی که از این ifade شما میبینید A جمع B و B جمع A حاصل شد که آنها ضرب شونده های یک خیله را میدهند برای آنکه از جای عوض نمودن دو جمع شونده حاصل جمع یا سوم تغییر نمییابد. پس A جمع B را از قوس میبراریم و در داخل قوس به ما B مینوس 3 حاصل می شود که این جواب مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می برایم. در شرط مثال چهارم چی آمده است؟ با راه آسان یا با راه قلایتر حل کنید. یعنی برای حل کردن مثال چهارم ما باید طرز راسیونالی حساب کردن این ifade را دانیم. بنابراین در اول مثال چهارم را می نویسیم و آن را دیده می برایم. 2 از 7 ضرب 6 از 2 مینوس 9 از 3 ضرب 1 از 2 جمع 6 از 2 ضرب 9 از 3 مینوس 1 از 2 ضرب 2 از 7. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade ما می توانیم اعضا با اعضا آنها را ضرب کنیم جمع و ترک را اجرا کنیم لیکن ما این کار را اجرا نکرده با واسطه طرز قلای یعنی که طرز آسان حساب کردن ifade را یعنی طرز گروه بندی را استفاده برده این عمل را اجرا میکنیم. از اعضای یکم و از اعضای دوم عدد 2 از 7 را همچون ضرب کننده عمومی از قوس میبراریم در نتیجه 6 از 2 مینوس 1 از 2 باقی میماند. از دو ifade های باقی مانده باشد مینوس 9 از 3 را از قوس میبراریم در نتیجه 1 از 2 مینوس 6 از 2 حاصل می شود. برابر از بس که این قوس ها قریب اند آنها را جای عوض میکنیم یعنی جای های 1 از 2 و 6 از 2 را عوض میکنیم برای این 2 از 7 ضرب 6 از 2 مینوس 1 از 2 مینوس 9 از 3 هنگام از قوس دوم علامت مینوس را از قوس برآوردن علامت جمع حاصل شده 6 از 2 مینوس 1 از 2 جای های خود را عوض میکند در نتیجه از این دو قوس 6 از 2 مینوس 1 از 2 را میبریم و در نتیجه یک بار ترک کرده می نویسیم که نتیجه آن به 5 برابر می شود. در داخل قوس باشد 2 از 7 جمع 9 از 3 حاصل می شود. حساب کنی را دوام می دهیم 5 ضرب داخل قوس را جمع می کنیم یعنی 2 از 7 جمع 9 از 3 و ما عددی 12 را می دهد. پس هنگامی 5 را به عددی 12 ضرب کردن و ما عددی 60 حاصل می شود. پس نتیجه حساب این ifade به عددی 60 برابر است. این بود جواب مثال چهارم. مثال پنجم را دیده می برایم. در شرط مثال پنجم چی آمده است؟ ifade را به حاصل ضرب تبدیل دهید. آن را می نویسیم. ifade الگبروی یا اینکه بسیار ازاگی داده شده است. ما باید آن را به نمود ضرب نویسیم. یعنی an کوادرات جمع 3n کوادرات مینوس ap جمع ap کوادرات مینوس 3p جمع 3p کوادرات برابر. حل میکنیم. از ifade یکم ifade داده شده را باز مراتبه دوم می نویسیم an کوادرات جمع 3n کوادرات مینوس ap جمع ap کوادرات مینوس 3p جمع 3p کوادرات این برابر است به از ifade های یکم و دوم یعنی که جمع شونده یکم و دوم n کوادرات را از قوس میبریم در نتیجه a جمع 3 حاصل می شود. از ifade های سیوم و آخران باشد p را از قوس میبریم در نتیجه در داخل قوس a جمع 3 حاصل می شود و باقی مانده ifade هایی که شما میبینید مینوس ap مینوس 3p هنگامی تغییر یابنده مینوس p را از قوس برآوردن به ما حاصل می شود a جمع 3 در نتیجه خیلی که از این ifade شما پای برده ایستاده a جمع 3 a جمع 3 و a جمع 3 ifade های اخیلند. پس از اینجا a جمع 3 را از قوس میبریم و در داخل قوس n کوادرات جمع p کوادرات مینوس p
حاصل می شود که این جواب مثال پنجم به حساب می رود. مثال ششم رو دیده می برایم. در شرط مثال ششم چنین آمده است: سه اعضاگی رو با ضرب شونده ها جدا کنید. یعنی آن رو دیده می برایم. و ما سه اعضاگی نمود x کوادرات جمع 6x جمع 5 داده شده است. ما باید این سه اعضاگی کوادراتی رو با واسطه گروه بندی با ضرب کننده های ساده جدا کنیم. خیلی که از 6x و 6x جمع 5 معلوم است، ما می توانیم 6x رو به نمود سوم جمع شونده ها طوری نویسیم که از هر دوی این جمع شونده ها ما ضرب کننده عمومی برآورده توانیم. بنابراین 6x رو چنین نوشته ممکن است: x کوادرات جمع 3x جمع 2x جمع 5. 6x رو همچون x جمع 5x نوشته ممکن است و جمع 5. در نتیجه از جمع شونده یکم و دوم x رو همچون ضرب کننده از قوس میبریم. پس در داخل قوس x جمع 1 باقی میماند. از دو ifade های آخران باشد 5 را همچون ضرب شونده عمومی از قوس میبریم و در آن x جمع 1 در داخل قوس باقی میماند. خیلی که از این ifade معلوم است x جمع 1 و x جمع 1 ifade هایی با هم مانند. پس x جمع 1 را از قوس میبریم و در داخل قوس x جمع 5 حاصل می شود که این جوابی مثال ششم به حساب می رود. مثال هفتم یعنی جنبست موضوع امروزی ما را با مثال هفتم دیده می برایم. شرط این مثال چنین است: ifade را با ضرب شونده ها جدا کرده معادله را حل کنید. با ما معادله داده شده است که برای حل این گونه معادله ما باید طرز گروه بندی را استفاده بریم. x4 نشان دهندش 4 مینوس x نشان دهندش 3 مینوس 8x پلوس 8 برابر 0. برای حل کردن این معادله طرز گروه بندی را استفاده کرده معادله را حل میکنیم. یعنی از ifade های یکم یا اعضاهای یکم و دوم x کوب را همچون ضرب کننده عمومی از قوس میبریم. در داخل قوس x مینوس 1 حاصل می شود. از دو آخران ifade ها مینوس 8 را از قوس میبریم. در نتیجه با ما x مینوس 1 حاصل می شود که این به 0 برابر است. خیلی که از این ifade معلوم است x مینوس 1 و x مینوس 1 یک خیلی ضرب شونده به حساب می رود. پس x مینوس 1 را از قوس می بریم. در نتیجه x کوب مینوس 8 برابر 0 باقی می ماند. هر یک این ضرب شونده ها را به 0 برابر می کنیم. یعنی x مینوس 1 برابر 0 x برابر 1 حاصل می شود. x کوب مینوس 8 برابر 0 از اینجا x کوب برابر 8 x برابر 2 را به درجه 3 برداریم عدد 8 حاصل می شود. پس در جواب قید می کنیم که معادله دارای دو ریشه های گوناگون بوده. یکی از آنها به 1 و دیگری به عدد 2 برابر است. برای درستی این حال شما می توانید به جای x تغییر بنده x عددهای موافق آن را گذاشته درستی برابری را سنجید. برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را در وقت خالگی باید اجرا کرد. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده موفق باشید.